اگر در زندانها باشد، مثلا در زندانهای غیر مسلمان کافرها باشند و مسلمان باشد و شاید همین گونه خریده می شده باشد، این هم اجازت است، یعنی که مبلغ با این به هر یک آدم به هر یک حالت علاهیده میپرسد. البته در این کارها یعنی آزاد کردن شخص زندانی از زندان کمتر فرق میکند از آزاد کردن غلام، مگر اگر یک مسلمان در دست کافرها ظلماً دستگیر شده باشد و تهمتاً، شاید یعنی یگان عالم ها رو میپرسد اگر به همین فتوا دهند. فتوا چیست؟ فتوا به یک مسئله عین، بر یک مسئله شدگی از اصل بیرون برآمده فتوا میدهد. مثلا گوشت خوک اصلا حرام است، لیکن یک عالم میگوید که برای تو تا روزی فلان مقدار خوردن گوشت خوک اجازت است مثلا. این فتوا هست. یعنی ما فتوا نداده ایستادیم در این، ما فقط احکام شریعت را بیان کرده ایستادیم، به مردم آیت را ترجمه و توضیح داده ایستادیم، روشن‌تر کرده ایستادیم. چون که یک آیت است، ببینید ما حالی یک ساعت در این آیت سخن کرده ایستادیم و در حق در تفسیر این آیت میشه 10 ساعت صحبت کرد. این یک آیت است، یک آدمی عامی اگر خواند چیزی نمیفهمد از این. برای همین فتوا نیست، ما و شما بیان شریعت است. الحمدلله شما اینجا هستید، برای همین آسان میکنید، برای آسان فهمیدن مردمی عادی.